و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما سوال کردن که در جایی هستن نماز جمعه را که میخوانن بعد از او وعظ میکنن. اول او را خطبه نمیگن، در حالی که اونم خطبه است که آیات حدیث ترجمه شود. بعد از او باز میگن سنت بخوانید، باز میخیزه خطبه عربی میخوانه. خب خیر او جاها که مشکل پیدا میشه بخوانید دیگه، پشت ثوابش نگرد. الله بتا میتا نتا ولی از پیامبر سم این چنین ثابت نیست، یعنی سنت طریق پیامبر نیست. اما مشکل است دیگه، بخوانید به خاطر مشکل گپی نداره انشاءالله. خب دیگه گفتین که نماز تراویح 8 رکعت است، بله سنت هم میست، زیادش نفل است، گپی نداره او هم. یعنی بخوانین گپی نداره، برین بخوانین نه، ولی صحیح قرائت و همین چیزای صحیح باشه. ایتونه که بعض جا هست که مقتدی از ملا پیش میده و ملا از مقتدی پیش میده، هیچ معلوم نیست، گپ قاری هم فهمیده نمیشه. او تو نباشه، قرائتش صحیح باشه، رکوع سجده صحیح باشه، برین بخوانین، مشکل نیست. اگر گفتن در یک جای نمانه، کسی همون تو روان باشه در اجرای بسره روان باشه، با مسافر از دیگه، او که در یک جای نمیمونه ایجا مسافرانه بخوانه، در یک جای که نمانه اون مسافرانه از دیگه قصر کرده بود. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب هستیم. گفت که سوال کردن برادر ما در مورد مهدی یا در آخر زمان حضور پیدا میکنه، میشه معلوماتی بده؟ آمین. مهدی بله، خود حدیث بخاری مسلم دیگه کتابای سنن ابو داود ترمذی ابن ماجه کلی ثابت است، قطعی ثابت است که در آخر زمان از جمله علائم قیامت یکی اشراطش علاماتش است که امام مهدی میاد. یعنی مهدی اهل سنت است که در حال پیدا نشده پس هم میام. یک مهدی اهل تشیع است که یا حافظ که میگن مهدی است، میگن پت از غایب است. او چیز ما دلیل هیچ وجود نداره، میگه 1000 سال است که پت است باز پیدا میشه. بیش از 1000 سال شد. مهدی پیامبر میگه که در آخر میگه قیامت برپا نمیشه تا اینکه یک مردی از عرب کل دنیا را حکومت میکند و میگه اسمش نامش هم نام از محمد، نام پدرش هم عبدالله است. پیش از او در دیگه اسم خلافت میباشه، حکومت خلافت. خلیفه وفات میکنه، دنیا میره، بازی در جایش میاد و مردم عیسی علیه السلام میباشه. عیسی علیه السلام میگن که بیا تو نماز ما را بده، میگن به خاطر عزت امت میگه امامتان پیش شود. با امرش مسلمان ها بیعت میکنن دیگه، کفار جنگ میکنه، شکست میخوره در برابرش و 7 سال در حدیث میاد که حدیث صحیح است، پادشاهی حکومت میکنه و دنیا را قسمی که یملأ الارض عدلا، زمین از عدل پر میکنه، مثل که قبلا ظلم شده بود. زمین نباتات خود میرویانه، بسیار فریمانی میشه. حتی زنده میگن کاش که مرده ها زنده میشدن. بسیار وقت خوب است. در حدیث مختلف آمده و پیامبر میگه از اهل بیت ما است. علی رضی الله عنه هم حدیث است میگه از اهل بیت ما است و در آخر زمان پیدا میشه، جهاد هم میکنه و عدالت میکنه، حکومت میکنه و تا قرآن سنت فیصله میکنه. این ثابت است یا مدنی سوی علمش، یعنی حدیث بخاری مسلم و مفید علم قطعی است. کسی انکار کنه از ایمان بیرون میشه از آمدن از این. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نماز تسبیح که هست اختلاف در ساعتش، اما محققین نور صحیح گفته صحیح و طریقش واضح دیگه. در بعد از در رکعت اول 75 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر میخواین. در رکعت دوم، در رکعت سوم، چهارم در مجموع 300 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، لا حول ولا قوة نداره دیگه. بعد سبحانك اللهم 15 بار میخوانی. بعد از او در رکوع تسبیحات گفتی 10 بار، باز در قامه 10 بار، باز که در سجده میری
10 بار باز در این سجده 10 بار باز در سجده دوم 10 بار نمیتو و 75 مرتبه دیگه هم 4 رکعت است. شیخ البانی و غیره حدیث صحیح میگه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب هستم. آمین آمین. صحت سلامتی شما را الله میخواد. آمین. سوالشانی از گفتن رفتن زنا سر زیارت جواز دارد یعنی؟ خب زیارت یک در اصطلاح مردم است که گنبز همه، یعنی گنبز داشته باشه و بیرق داشته باشه، چوب چیزا زده باشن، بیرقا او در اوجه نروان، اوجه گناه داره. یکی زیارت به معنی رفتن به قبرها. قبر میره زنا به خاطر که به مردن هم خبر رسانن، دعا کنن و از او عبرت بگیرن. و از پیمس هم میگه که حالا کنتون آیتکم از زیارت القبور، حدیث سعید مسلم است. قبلا من شما را از رفتن به قبرها منع کرده بودم، فزوروها، حالا برین ببینین. فإنها تذکر الموت، فإنها تذکر الاخره. یا آخرت بایدتان میاره، مرگ بایدتان میاره، قلب انسان نرم میشه. فایدهش همیست که انسان از او عبرت بگیره. دیگه اینطور نیست که از او بخواه یا او را حاجت روا بدانه، او را شفیع بدانه. این چیزا با شرک هم اگه این کار را کنه یا بگه کجا دعا قبول میشه، این گپا نباشه. زنام دو است که مردم، اما ده زیاد رفتن زنا خوب نه. دیگه حدیث دیگه که من آمده زوارات القبور، زوارات بسیار رفتن، به شرط که اینجا برن دعا بکنن، چیق و ویلا نکنن چیق و ویلا نکنن، زن مرد گرد نباشه، جایز است، عبرت بگیرن، مشکل نداره. اما زیاد رفتنشان خوب نیست. سوال کرد برادر ما فضل رب، آیا نماز از پس امام عباسی میشه؟ عباسی ها همی خوارج هم میگن، در بعض جای هستن. وقتی که امام اهل سنت باشه، این خوارج اهل بدعت است، از اینا دور شو، از امام عباسی دور شو، پشت اهل سنت نماز بخوان. خواهی که اگر نباشه نمازی صحیح باشه و دیگه بخش عقیدش با دیده شاکالی ها چقدر تغییرات آوردن، عقیدش مقصد به شرک نرسه، باز نماز میشه. دیگه از این آدم ها مسلمان ها زیاد است، پشت آدم های صحیح آدم نماز بخوانه. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر ما از ایران سوال کردن که ما پیری مریدی و خیال خودش مرید است، پیر داره، خلیفه های میگه باید به نماز امر نمیکنه، غیر میمونی و نان و پلاو و می چیزا میگن، نان بخو پلاو بخو. برادر گرامی که در ایران هستی، پیری مریدی در اسلام وجود نداره. این یک بدعت است که پسان ایجاد شده. یعنی همین طریقه های پسان آمده که قادری است و طریقه سروردی و نقشبندی و چشتی یا پسان 500 سال بعد از اسلام پیدا شد. دیگه باز دست بوسک و حتی پای و حتی او را حاجت روا و او را بیخی و پیر بسیار چیزا جور میکنن. از این مردم ها دور باشین. خب ما و شما در طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم. الله ما شما را امر کرده که در اون طریقه باشه. می فرماید الله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، در سورة آل عمران. بگوی پیامبر اگر شما میخواین محبوب الله شوین، با الله نزدیک شوین، فاتبعونی، فقط مرا تابعداری کنین. یعنی تابعداری از پیامبر در قرآن میشه، طریق قرآن و طریق سنت و احادیث پیامبر. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، باز الله که شما محبت میکنه، گناه شما را میبخشه، والله غفور رحیم. ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، سورة احزاب. الله میگه بدون شک عسل برای شما مؤمنین در رسول الله، در طریقه پیامبر، در روش عبادت و اطاعتش از نظام الله، اسوة حسنه، نمونه تابعداری نیک و شایسته پیامبر. از ما شما مرید پیامبر هستیم، تابعدارش هستیم.
هستیم. ولی من کان یرجو الله و الیوم الاخر، کسی که به الله و روز قیامت ایمان داره باید به طریق پیامبر باشه. ما شما به طریق رسول الله، طریقه که پیغام تا میده کدام طریقه است؟ طریق محمدی صلی الله علیه وسلم، طریق رسول الله صلی الله علیه وسلم بگوید دیگه. دو طریقه نماز هم، ذکر هم، عبادت هم، کل چیز بیان تکمیل شده. دین اسلام کامل از پر را بیان کرده. دیگر ضرورت نداریم که کسی دیگر هم پیر خود تعیین کنیم و باز از پیش خود دل خود هر گپ دیگر را جور میکنه، چیزی که در دین نیست آن چیزای دیگر را جور میکنه. اون باز پلو خوری و نان خوری و بسیار بدعت ها و گپا و چیزا است دیگه. از اون مردم هایی که خلیفه میگه، خلیفه در اسلام است که حکومت قوی باشه، مسلمان ها خلافت و یک خلیفه می باشه، نه که 100 خلیفه. بازو در کل دنیا نظام الله رو تطبیق کنه، این خلیفه میگه. این خلیفه که پلو، خلیفه نان و خلیفه ذکری خلافت ها در اسلام نیستی، پسانی بدعت ها ایجاد شده. برادر گرامی، از این چیز، از این مردم، از این چیزا دور باشین. اینا باز بسیار آدم در گناه زیاد داخل میکنه. دور شوین، دور باشین. خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما سوال کردن. استاد محترم، یک سوال داشتم. آیا زنها در بهشت میتواند با پیامبر صلی الله علیه و صحابه دیگران رو بهشت دیدار کنند یا خیر؟ بله بله، هر مؤمن مرد زن باشه پیامبر صلی الله علیه و دیده میتونه صحابه رو بخواهد دیگه. زیرا اونا در حدیث میاد که وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، یا الله ما رو در بنده صالحین داخل که. صالح صحابه پیامبر انبیا یا صالحین هستن، بین صالحین می باشه. برادر من سوال کردن از شیطان تا روز قیامت زنده است. بله، در این خو آیت هست نه؟ قال فان انظرنی الی یوم یبعثون، که مرا مهلت بده تا روز که انسان ها دوباره زنده میشن. الله برش گفت قال انک من المنظرین، بر تو مهلت داده شده الی یوم وقت معلوم. الی یوم وقت معلوم یعنی تا وقتی که دنیا برهم میخوره. نفخه اول است، در نفخه اول که پف میکنه ملائکه اسرافیل قیامت برپا میشه، کائنات برهم میخوره. تا او وقت است کلگی از بین میره، با شیطان هم اونجا از بین میره و باز الله او را زنده میکنه. قیامت به این معنا. خواهی برادر ما می استاد بزرگوار شوینده میگن این اعتقادات در بین اهل سنت هم هست. نه، در بین اهل سنت مهدی که من گفتم به این صفات هست. بله، خواهی نباشه بیدین بی ایمان میشه. اما در بین اهل سنت اون مهدی چی نیست که هر تشیع میگن که غایب بسی گپ نیست. توجه است؟ اینو دروغ میگه والا. ولی به این صفت هایی که ما بیان کردم، به اون صفت باید ما شما عقیده را داریم. خواهی برادر ما می استاد بزرگوار شوینده میگن این اعتقادات در بین اهل سنت هم هست. نه، در بین اهل سنت مهدی که من گفتم به این صفات هست. بله، خواهی نباشه بیدین بی ایمان میشه. اما در بین اهل سنت اون مهدی چی نیست که هر تشیع میگن که غایب بسی گپ نیست. توجه است؟ اینو دروغ میگه والا. ولی به این صفت هایی که ما بیان کردم، به اون صفت باید ما شما عقیده را داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردم برادر ما که یک کسی قرآن را قبول دارد اما حدیث را قبول ندارد، به خاطر میگه دست خورده. میگه حدیث دست خورده قبول نه، حدیث اما دعوت کردم قبول نمیکنه. عذر داره؟ نه، عذر چی داره؟ حدیث کسی قبول نکنه مسلمان نیست، مؤمن نیست. باید قرآن بیدین است، کافر است. و حدیث شرع قرآن است، مسلمان نه. عذر نداره، دعوت هم که دیگه خلاص شد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
کدام امام مسجد کفر به طاغوت نداشته باشه، سیکولر باشه. این درس خب شما دادیم که ایمان نداره دیگه. الله قرآن میگه و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، فمن کسی کافر شد به طاغوت ایمان به الله بیاره او مؤمن است. این را خب بسیار توضیح دادیم. کش باز که ایمان نداشته باشه خب کشت غیر مؤمن نماز نمیشه. طبعا گفتی اکثریت این کفر به طاغوت نداره و شما نمیکن او خودت پرسان که داره نداره. خب اگر دیدی که نداشت باز نخوان پشتش دیگه. پشت کسی بخوان که داشته باشه کفر به طاغوت، سیکولر نباشه. سیکولر خب دین زیادش قبول نداره. مثلا نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی شد، احکام اجتماعی و غیره را قبول نداره. حتی بسیار گپای عقیده اسلام هم قبول نداره و مؤمن نیست، بسیار نماز نمیشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گفتین الحمدلله خوب هستم. کار کردم به تیم واکسین. کدام واکسین؟ و این تحقیق شود که واکسین فایده داره نقص داره. سردرگم آدم کار نکنه. کدام هر واکسینی هست ببینیم به نفع مسلمان ها به ضررش. اگه به نفعش باشه گپ نیست، به ضرر باشه خود جواز نداره. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا برادر خوب باشین. قرضه گرفتن بدون سود جایز است. خب اگر به سود میگیره وام قرضه یعنی بازو سود میته باز ناجایز میشه. اگر ای تو میگه که خانه را نقد میگیری، نقد میگیری مثلا $1,00,000، اگر قرض میگیری 1.5 لک باز اینی جایز است. اما اگر از بانک پیسه می قرضه میگیره به وام سود باز اون نارواست، حرام است، ناجایز است. متوجه شد انشالله اگر گپ گرفته باشیم. نقد میگه خانه 1 لک، به قسط که است یعنی به قرض 1.5 لک اونوش جایز است. اما اگر اینطور میگه که این خانه را بخر بیا از بانک قرض بگی باز اون سودش داده برو، باز او حرام است، ناجایز است. در ارتباط کتب تاریخ خب مهمترینش البدایه و نهایه است برای ابن کثیر. ابن کثیر نوشته کرده. خب بسیار خوب معتبر هم است و بسیار به ترتیب آورده تا سال 74 که وفات میکنه. یعنی 748 است چیز وفاتش. و دیگه بعد از او یعنی معتبر و بسیار مشهور است. و دوم کتاب تاریخ رسول ملوک ابن جریر طبری تا 1303 وفات کرده. تا اون وقت از آدم علیه السلام تاریخ اسلام بیان میکنه. بعد از او کتاب الکامل فی التاریخ یعنی تاریخ کامل، یه هم به یک ترتیب خاص آورده از برای ابن اسیر است، ابن اسیر. و بعد کتاب ابن جریر طبری را خلاصه کرده. و چهارم هم کتاب تاریخ اسلام ابن ذهبی، او محدث هم است، بسیار خوب به ترتیب نوشته کرده و بعض علما را آورده. پنجم کتاب در تاریخ یاد بگیری کتاب ابن خلدون. ابن خلدون هم بسیار خوب بحث بیان میکنه. و ششم هم موسوعات تاریخی یعنی الموجزه، یک تاریخ مختصر از کل امی خلفا و مسلمان ها و فتواتشان را بیان کرده. این حال اینی چند کتاب که چیز کنید طبقات ابن سعد و مس یشتم بخیر دیگه تاریخ اسلام هم میفهمه. هم چند کتاب مطالعه چند گفتن درست. خب سوره حمد مقصد بخوانه گپ نیست، مقصد بفهمی که چی میگه. تراوی تشارم زودتر میخوانه، زودتر یعنی به اندازه که جواز باشه مشکل نداره. سوم برادر سوال کردم استاد متنفل کار بگوین شما. سوم برادر سوال کردم استاد متنفل محصل هستم، نیت ازدواج دارم، میخوام قبل از اینکه نامزد شوم هنگام دختر میبینم برش بگویم با من چه قسم زندگی کنه، یعنی در جای ضرورت با حجاب باشه سر تا پا و با کیا اجازه داره بشه، یعنی محرمش کیاست. همین قسم گفتن چون امروز بیشتر فامیلا و بخش حجاب و نشست برخواست شد با مردم عادی گرفتم و نیت من این است بعد از عروسی مشکل ایجاد نشد. البته خوب است کار بگوین شما. البته در نامزدی نکاح میشه تا وقت عروسی کنم. نامزدم اگر به حجاب بگرده
از قبل گفتی که من با ایجاب بگی، حالا به ایجاب چی میکنی؟ از اول دینداری همسایه تحقیق بکن. در اسلام تحقیقه و مثلا می فسر به ذات دین، دیندار انتخاب دینداری است که ایجاب که نکنه خوبی دین از دیگه میگی خب تا وقت آرزو کنم نامزدم اگر به ایجاب بگرده، چرا به ایجاب میگیری و با بچه ماما امسالش هست برخواست کنه؟ این را از اول وقتش گپ ده. آیا در گونش منم شریک میشم؟ بله از اول تو آدم نگی. خب آدم بازی پسان اصلاح از یا مشکل است. از اول کلی گپ بگو ایجاب میخوایم. اما اگر در غیاب تو پتی کارا بکنه، باز تعهدات داده باشه، ایجاب باشه، باز تو نصیحت و گپا بکنی تا حد توانت مانع شو. از اول تحقیق بکن. برادر سوال کردم، استاد محترم فیلم محصل هستم، نیت ازدواج دارم، میخوام قبل از اینکه نامزد شوم هنگام دختر میبینم برش بگویم با من چه قسم زندگی کنه، یعنی در جای ضرورت با حجاب باشه سر تا پا و با کیا اجازه داره بشه، محرمش کیاست. همین قسم گفتن چون امروز بیشتر فامیلا و بخش حجاب و نشست برخواست شد، با مردم عادی گرفتم و نیت من این است بعد از عروسی مشکل ایجاد نشد. البته خوب است کار بگوینشم، البته در نامزدی نکاح میشه تا وقت عروسی کنم. نامزدم اگر به حجاب بگرده، از قبل گفتی که من با ایجاب بگی، حالا به ایجاب چی میکنی؟ از اول دینداری همسایه تحقیق بکن. در اسلام تحقیقه و مثلا می فسر به ذات دین، دیندار انتخاب دینداری است که ایجاب که نکنه خوبی دین از دیگه میگی خب تا وقت آرزو کنم نامزدم اگر به ایجاب بگرده، چرا به ایجاب میگیری و با بچه ماما امسالش هست برخواست کنه؟ این را از اول وقتش گپ ده. آیا در گونش منم شریک میشم؟ بله از اول تو آدم نگی. خب آدم بازی پسان اصلاح از یا مشکل است. از اول کلی گپ بگو ایجاب میخوایم. اما اگر در غیاب تو پتی کارا بکنه، باز تعهدات داده باشه، ایجاب باشه، باز تو نصیحت و گپا بکنی تا حد توانت مانع شو. از اول تحقیق بکن. 15 سالش باید بگیره، 13. خب حال سوال سعی کنین روزه خلاص شد، شما حالا سوال کردین نه چند روز مانده؟ 6-7 روز مانده. شما این سوال قبل از رمضان یادم اول میکرد. استاد روزه بالای پسر چند ساله فرض میشه؟ 15 را که تکمیل کرد فرض است. غیر از او دیگه علامش احتلام است. اگه شیطان بازیش بته در اون صورت هم بالغ شده. اگه 14 هم باشه یا موهای خشن در زیر نافش بیرون شود، در اون صورت هم بالغ میشه. یا خانم باشه مریضی ماهوار است، یعنی سال چند ساله 15 که پوره خوشحاله حتما باید بگیرد، به خاطر که ما در اروپا زندگی میکنیم اینجا روزه 15 ساعت 15 خود در جایی که ما هستیم ما 16-17 است و بچه های ما میگه یکی 15 ساله دیگه 15 سالش باید بگیره، 13 سالش که است و نگاه سن چی نیست. اما اگر نگاهی که جوانی دیگه علاماتش که گفتم شیطان دل بازی داده باشه یا دیگهش که گفتم او باشه، باز او هم بالغ است. او نخواد بالغ باشه، 15 تانه است. من میخوام که هر پیش روزه رو مکمل بگیرم. خوب است که او اولش ایرام عادت بته، اما پدرش میگه که خوردن مشکل نیست. پدرش پرسان کنه حالا خورده و کلانی خود بدل انسان نیست که یک روز با 2 روز را بخوردن لطفا انسان که یک روز یا 2 روز را خوردن لطفا. خواهمای ممی همون 15 سالش گناه کرده که خورده، پدرش اشتباه کرده، علما از پرسان کنن باید. و تا حال پسر 15 ساله هم 4 روز را نگرفته، این خوب گناه کرده. و 13 ساله هم 10 روزش را نگرفته. البته 13 ساله هم یک روز میگیرد یک روز نه. خود شاید 13 ساله که بالغ نباشه همین خوب است که عادت شده یک روز بگیره یک روز نه، اما 15 ساله گناه را مرتکب شده کیست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما سوال کرد میگه یک دوستشون بوده یا کی بوده که این قبلا شرک مرتکب میشد، پیش آقا میرفته از قبر یا مدد میخواسته به خاطر اولاددار شدن. خو شرک است، کار کرده و شرک مرتکب شده است. باز گفتین که حال نمیکنه، پشیمان شدن، پشیمان که شدی توبه. باز گفتین توبه نکردن، این توبه خوبه، توبه اینو میره میگه که پشیمان شدی دیگه او کار نکنی. با زبانم بگوی خوب استغفر الله لا اله الا هو الحی، زیاد استغفار بگوی توبه کنه، الله میبخشه. خب ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این برای کسایی است که توبه نمیکنه. الله شرک نمیبخشه، ما سوای زیر میبخشه.
اما کس توبه کنه الله توبهش قبول میکنه. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله می بندایی که اسراف کردن، شرک کردن، از رحمت الله ناامید نشان، توبه بکنن الله کلی گناه را میبخشه. توبه میشه پشیمانی، دیگه او کار نکنه، دیگه پیش آقا و عقیده را نداشته باشه، الله میبخشه. همین که گفته پشیمان شده نمیکنه، همین خودش توبه است. اگه باز رفت اونجا اما عقیده را داشت، باز توبه نکرده.